ترس خدا از قلب خواهران و مادران ما بیرون شده. والله العظیم جای درد است، جای تأسف است. در کشورهای اروپا خواهران و مادران مسلمانی ما به خاطر حجاب و بر علیه کفار مبارزه می کند، ولی در این کشوری که به این کشوری که حجاب از طرف بزرگان دین امر میشه، از طرف امرا امر میشه که باید حجاب کرده شود، والله العظیم شما بیرون شوین در میدان ها، در این شهرها، والله العظیم بعضی انگام بعضی خواهران ما مادران ما را میبینیم شرم انسان نه. روز قیامت اینها با او خواهر و مادری که در فلسطین و در اروپا به خاطر حجاب اسلامی در مقابل کفار می جنگد، اونجا اونها جواب میده. این را به خواهران و مادران من برسانین حجاب اسلامی را مراعات کنن. والله العظیم روز قیامت به پیش او خواهر او مادری که در اروپا در غرب زندگی میکند دفاع از حجاب میکند، ولی در اینجا در این کشور اسلامی سرتاسر قانون اسلامی، سرتاسر قانون و قرآن، ولی که امر از حجاب میشه، این خواهران ما در مقابل حجاب اسلامی میجنگن. روز قیامت اینها به پیش الله متعال جواب میده. و والله العظیم چند روز قبل من در یکی از رسانه ها مشاهده کردم، در فرانسه بود. چند سالی میشد که در فرانسه بر علیه مسلمان ها توهین یا زجر و مشکلات نیامده بود، ولی چند روز پیش یک خواهر مسلمانی ما آنچه که قرآن راهنمایی کرده بود حجاب اسلامی را مراعات کرده، آنقدر شلک ها خورد، آنقدر چوبکاری شد. والله العظیم این درد این مشکلات را روز قیامت خدا از مادر و خواهر من تو سوال میکند. جای شرم نیست؟ کشوری که اسلامی است، وقتی که از طرف بزرگان امر میشه که شما ای خواهران ما حجاب اسلامی را مراعات کنین، ولی اینها با در مقابل بر علیه حجاب اسلامی می جنگن. روز قیامت خدا سخت بازپرس میکنه.